خب بریم تو این اسلاید یه بار دیگه کاسپا رو ببینیم. اینها کاسپای فک بالا هستن، اینا کاسپای فک پایین. اوکی. کاسپای فک پایین به ترتیب پریمولر 1 پایین، پریمولر 2، مولر 1، مولر 2. همینجا باز همون ترتیبه، پریمولر 1 بالا، پریمولر 2 بالا، مولر 1 بالا و مولر 2 بالا. نکته‌ای که وجود داره، پریمولر 1 پایین کاسپ باکال، بذار زردش کنم خوشگل‌تر باشه، کاسپ باکال، کاسپ لینگوالش کوچیک‌تره، حواست باشه. پریمولر 2 پایین کاسپ باکال یه دونه کاسپ مزیولینگوال داره، یه دونه کاسپ دیستولینگوال، شد 3 کاسپه، تنها پریمولر 3 کاسپمون. مولر 1 پایین 1 2 3 4 5 به ترتیب مزیو باکال، دیستو باکال، کاسپ دیستالی، دیستولینگوال و مزیولینگوال. چجوری نامگذاری میکنیم؟ بر اساس پوزیشنی که دارن. یعنی چی بر اساس پوزیشنی که دارن؟ یعنی اینجا مزیاله، اینجا دیستاله. خب اینا که کلا 2 تا کاسپ دارن، یه دونه باکال دارن، یه دونه لینگوال، بحثشون جداست. اما اینهایی که تو قسمت باکال 3 تا دارن، نگاه میکنیم به مزیال نزدیکتر میشه مزیولینگوال، به دیستال نزدیکتر میشه دیستال. تو اصطلاحاً تو در واقع مولر 1 پایین، ولی مثلا مولر 2 این که به دیستال نزدیکتر میشه دیستو باکال، این یکی میشه مزیو باکال، این میشه دوباره مزیولینگوال، این میشه دیستولینگوال. و در مورد لینگوال مولر 1 هم همینه. اینایی که 2 کاسپه بودن که میگیم این باکاله به سمت باکال، این به سمت لینگوال. اوکی. تو دندونه فک بالا هم همینه، کاسپای لینگوالی و کاسپای باکالی. عرض کردم ممکنه اینجا یه دونه کارابلی داشته باشیم توی دندون 1 مولر 1 بالا که خب به ترتیب یعنی توی تکامل داره حذف میشه این کاسپ. خب حالا کاسپ ها دوستان، کاسپ هایی که ما شناختیمشون، اینجا میخوایم اول در مورد نقش کاسپ ها صحبت کنیم. یعنی چی؟ یعنی ما وقتی میگیم مثلا کاسپ باکال پریمولر اول، ببینیم چه نقشی داره. 1 کانتکت یا اصطلاحاً تماس. ما تو اوکلوژن یعنی زمانی که دندونای فک بالا و پایین با هم برخورد دارن و یه رابطه‌ای با هم دارن، توی سطحی با هم دیگه استیبلن، تماس دارن با هم دیگه و این روابط اوکلوژنی یه سری نقاط تماس ایجاد میکنه. اون نقاط تماس یکی از فانکشنالیتی های کاسپمونه. کاسپا هستن که باعث ایجاد تماس میشن، مثلا اینجا اینا تماس ها، این نواحی تماس یکی از فانکشنالیتی های کاسپامونه. پس یکی شد اوکلوزال کانتکت، یکی دیگه گایدینگ موومنته. یعنی چی؟ ببینید فک پایین حرکت میکنه، همین الان که من دارم صحبت میکنم فک پایینتون حرکت بدین. این که تو جویدن فک پایینتون به کدوم سمت حرکت کنه از شیبهای کاسپ ها تبعیت میکنه. پس یکی از کارهای دیگه کاسپا شد چی؟ گایدینگ موومنت. کمکمون میکنه که فک پایینتون در واقع بتونه به مسیرهای درست تو حرکت پروگرسیو، یعنی تو حرکت پیشگرایی، یعنی زمانی که فک پایینتون رو میارین جلو، یا تو حرکات لترالی یا حرکات طرفی، زمانی که فک پایینتون رو به سمت راست یا به سمت چپ حرکت میدید. این کاسپ ها هستن که گاید میدن. البته مثلا دندون کناین هم هستن که بهش میرسیم تو بحث اوکلوژنمون. و یه نکته دیگه که وجود داره، میان نیروها رو توزیع میکنن، اجازه نمیدن نیروها متمرکز بشن توی یه نقطه و به استابیلیتی فک کمک میکنن. پس این شد در واقع بحث کارایی هر کاسپ. ریج ها برسیم. کلن تو دندون سازی، تو بحث آناتومی دندان، این ریج بسیار مهم است، خیلی مهمه آقا، فراموشش نکنید. با هم خوب یادش بگیریم تا ابدالدهر نیازتون میشه. بریم ببینیم چه ریج هایی رو داریم. ما تو بحث آناتومی دندان یکی از مهمترین چیزهایی که داریم مارجینال ریجه.
امان از این مارجینال ریج. هم تو بحث اوکلوژن مهمه، هم تو بحث فرم دادن دندونای خلفی مهمه، تو فود ایمپکشن مهمه. فود ایمپکشن چیه دوستان؟ این فود ایمپکشن یعنی گیر غذایی. دیدیم مثلا ذرت میخوری، زمانی که ذرت میخوری یا مثلا ذرت گاز میزنی، این ذرت میره لای دندونات گیر میکنه، به اون میگن فود ایمپکشن. اون گیر کرده اونجا، نباید گیر کنه. که مثلا شما میرین نخ دندون میکشین یا مسواک میزنین، خب یکی از وظایف مارجینال ریج اینه که از فود ایمپکشن جلوگیری میکنه. پس انواع ریجی که ما میخوایم در موردش صحبت کنیم، یه دونه شد مارجینال ریج، ترنگل ریج که صحبت کردیم در موردش دیگه، اینجا دوباره میبینیمشون. ترانسورس ریج چیه؟ میگم خدمتتون، عجله نکنید. اوبلیگ ریج چیه؟ اونایی که بلدن یه ریویو کنن تا من میرسم به اسلایدها. کاسپ ریج هم که صحبت کردیم، عرض کردم 4 تا کاسپ ریج داریم واسه هر کاسپ. و اوکلوزال ریج هم همون کاسپ ریج هستن که تو سطح اوکلوزال دیده میشه. اوکی، میرسیم بهشون. بسیار خوب، بریم به اولین ریج هامون برسیم به نام مارجینال ریج ها. مارجینال ریج ها تو سطح، الان داریم در مورد پوستریور صحبت می‌کنیم، دندون های خلفی. تو دندون های خلفی مارجینال ریج های من تو اوکلوزالن، اوکلوزال سرفیس، تو سطح اوکلوزالن. چرا آقای رجبی تأکید داری تو دندون های خلفی؟ به خاطر اینکه تو دندون های قدامی تو سطح لینگوالن که تو دوره قدامی ها بهش میرسیم، کامل براتون بازش میکنم بحث مارجینال ریج ها رو. مارجینال ریج من یک مرز رو برای سطح اوکلوزال من ایجاد میکنه، کمک میکنه به ثبات دندان در وهله اول، چون میاد و کانتکت ایجاد میکنه، و از فود ایمپکشن جلوگیری میکنه که به فضای بین دندونیتون غذا وارد نشه. پس ببینید چقدر مهمه. اگه برجسته و بزرگ باشه باعث میشه که تماس زودرس بده، یعنی دندون شما سریع با دندون مقابلش تماس پیدا کنه. اگه بلند باشه مارجینال ریجتون، اگه کوتاه باشه، ببینید بعد مارجینال ریج دندونا تو یه لول باشه. اگه این لول متفاوت باشه، یعنی بالا و پایین باشه، کمک میکنه به چی؟ به فود ایمپکشن. پس مارجینال ریجا اینقدر مهمن. بریم ببینیمشون. دندونهای شما بگیم فک پایین، کاش واقعا میتونستیم با هم دیگه صحبت کنیم، و این فک بالا. خب دندونهای فک پایین بریم مارجینال ریج مزیالی، مارجینال ریج دیستالی پریمولر اول، مارجینال ریج مزیالی پریمولر دوم، مارجینال ریج دیستالی پریمولر دوم، مارجینال ریج مزیالی مولر اول، مارجینال ریج دیستالی مولر اول. اینو دیگه نمیگم، خودتون بگید. پس متوجه شدیم مارجینال ریج دیستالی دندون جلوتر با مزیالی عقبیه ارتباط داره. اینا باید توی یه لول باشن ها. فراموش نکنید پرسلنگزاران، وکسابکاران، فراموش نکنید لول مارجینال ریج مهم است. هم تو تماستون مهمه، هم تو فود ایمپکشنتون مهمه، هم تو اوکلوژنتون مهمه، هم تو شکل دندونتون مهمه. شمایی که طراحی میکنید حواستون باشه از لترال نگاه کنید، مارجینال ریج ها باید در یک سطح باشند. همین داستان ما تو دندون های فک بالا هم داریم. ببینید مزیال مارجینال ریج، دوباره دیستال مارجینال ریج، همین قضیه‌ای که توی فک پایین بود تو فک بالا هم هستش. پس مارجینال ریج ها رو دیدیم، مهمه. میخوای وکساب کنی مارجینال ریج تو باید بشناسی. یه نکته دیگه بذار اینجا با هم صحبت کنیم، عکسش خیلی باحاله. این که میدونین کتاب هیلتون دیگه، که ما اومدیم یه سری تغییرات توش دادیم که بتونیم ازش استفاده کنیم. زمانی که ما مارجینال ریج رو داریم، مارجینال ریج میاد به چی میرسه؟ بذارین رنگو عوض کنم، بذارین یه دونه مشکی داشته باشیم، به کار میاد. اینجا ما یه دونه کاسپ ریج مزیالی داریم، مشکی بود که اوکی. اینجا ما یه دونه کاسپ ریج مزیالی داریم، کاسپ ریج دیستالی داریم. پس کاسپ ریج من میاد با مارجینال ریج من ارتباط میگیره. اینور کاسپ ریج دیستالیه با مارجینال ریج دیستالی. فقط می‌خواستم ارتباطه رو بگیریم. تو دندون‌های تو کاسپای لینگوالی هم همینه. ببین اینجا کاسپ ریج مزیالی من تو کاسپ لینگوالی با مارجینال ریج. یعنی چی؟ بذاری اینجوری یه بار اینو توضیحشو شنیدین، حالا یه بار با هم دیگه بریم. ببین یه دونه کاسپ ریج دارم،
یه مارجینال ریج دارم، دوباره یه کاسپ ریج دارم، یه کاسپ ریج، مارجینال ریج، کاسپ ریج. understand؟ پس وقتی یه دندونو این شکلی میبینی نگو چی شده، چرا این شکلیه، اینا همش جزئه. منتها کسی نیومده واسه جز به جز معرفی کنه، اومدن این شکل رو بهت نشون دادن، گفتن ببین اینو یادت باشه، یاد بگیر، ایجادش کن. بدونی چی داری ایجاد میکنی. این نوک کاسپ منه. خب این میشه کاسپ ریج دیستالیم، این میشه کاسپ ریج مزیالیم، این میشه مارجینال ریج. این ور میشه مزیال، این ور میشه دیستال. دوباره این نوک کاسپ منه، میشه کاسپ ریج، کاسپ ریج. اینجوری یاد بگیر، هیچ وقت فراموش نمی‌کنی. ولی اگه بیام بهت بگم خب این مثلا مولر 2 تا مارجینال ریج داره، مثلا 4 تا کاسپ داره، ترینگل کاسپ داره، برو خب ایجادش کن. چجوری ایجاد کنیم؟ مثلا دندونای طبیعی رو ببین، استفاده کن ازش. نه برادر من، بعد بیای کامل. مثلا یه بار دیگه مولر هم با هم بریم. باشه، اول میام چیکار میکنم؟ نوک کاسپشو مشخص کنم. خب حالا میخوام کاسپ ریجاشو مشخص کنم. کاسپ ریج، کاسپ ریج، کاسپ ریج، کاسپ ریج، کاسپ ریج، کاسپ ریج، دیگه نمیگم. اوکی. و حالا برسیم به مثلا با این رنگ، فکر کنم خوب باشه. اینم مارجینال ریج های من. حالا که خوشمون اومد بذاریم بقیه چیزاش هم بریم. نظرتونه؟ مثلا این تراینگل ریج من، تراینگل ریج من، تراینگل ریج من، تراینگل ریج من. میبینید؟ حالا شاید سوال باشه اینجا چیه؟ اوکی، اینجا فوساهای منه. فوسا، فوسا، فوسا. پس همه ی دندون بخش جز به جزه. اگه ما قرار آناتومی یاد بگیریم باید اینجوری یاد بگیریم، باید بریزیم بیرون دل رو داره چه خبره تو دندون. پس کاسپ ریج رو یاد گرفتیم، مارجینال ریج هم یاد گرفتیم، درسته؟ نحوه ایجادشو که من تو جلسه پرکتیکال کامل براتون میگم چجوری ایجاد کنین، ولی اول باید بدونید چی دارید ایجاد میکنید. رو هوا نمیشه صحبت کرد. چی دارین ایجاد میکنین؟ پس در مورد مارجینال ریج دیگه فکر نمی‌کنم مشکل داشته باشین. کامل در موردش صحبت کردیم. بریم سراغ ریج بعدی، تراینگل ریج. همین الان صحبت کردم دیگه. تراینگل ریج دوستان، این ریج های مثلثی گوگلی هن که ما اینجا میبینیم. ببینین حالت مثلثی تقریبا دارن. خب به اینا میگن تراینگل ریج. حالا این تراینگل ریج رو ببینید که هر کاسپ معمولا یه دونه داره. مثلا اینجا یه دونه، 2 تا، 1 2. مثلا این چون 4 تا کاسپ داره، 4 تا داره دیگه تراینگل ریج. توی مثلا دیستو لینگوال تراینگل ریج اون یه مقدار کمتر تکامل پیدا کرده. یا مثلا اینجا توی مولر 2 بالا، اینجا هم باز ببینیم 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 و اونم 4 تا. تراینگل ریج رو دیدیم. بریم سراغ اون 2 تا اصطلاح اوبلیگ و ترانسورس. اسمشون باحاله نه؟ یعنی چی؟ اوبلیگ یعنی ریج مایل. ریج مایل معمولا دوستان یکی از ویژگی های بارز مولر 1 بالاست. یعنی وقتی میگن اوبلیگ ریج سریع فکرتون باید بره مولر 1 بالا رو منظورته. چرا؟ چون تو این مولر 1 بالا خیلی زایه است این ریج مایل، ریجی که از مزیولینگوال میره به سمت دیستوباکال. تو دندون مولر 2 هم دیده میشه اما کمتر، و معمولا دوستان تو پریمولر 2 پایین هم دیده میشه، چون کاسپای لینگوالی این جهتگیری این شکلی دارن و میتونیم در واقع بگیم اینم مایله جهتگیری ها. خب تقریبا میتونیم بگیم اینم مایل هستش. صرفا بدونید دیگه. پس ریجی که مایل هستش رو میگن اوبلیگ ریج. اما ترانسورس ریج چیه؟ زمانی که تراینگل ها، ببینید شد این یه دونه تراینگل، این 2 تا دیگه، این 2 تا اگه مستقیم روبرو هم باشن میشه ترانسورس ریج یا ریج عرضی. اینجا تراینگل روبروی هم نبودن، مایل بودن، میشد
اوبلیگ. understand؟ مشکلی نیست؟ مشکلی هم بود به من بگینا، پشتیبانی داریم دیگه. مشکلی بود کامل بیاین سوالتون رو بپرسین، تا کانسپت کامل نگرفتین مرحله رو نبرین جلو. جلسه اول مهم نیست الان بگین تازه است، هر سوالی دارین مستقیم بپرسین. برسیم به کاسبریج. صحبت کرده بودیم دیگه هر کاسب چند تا کاسبریج داشت. الان پیش خودتون گفتین دیگه، حالا انشالله که درست گفته باشین. خب تو این تصویر شما میتونید کاسبریج تموم این کاسب‌ها رو ببینید. کاسبریج دیستالی، کاسبریج مزیالی تو دندون پریمولر اول دوم تا مولر. میبینید از نوک کاسب، اینجا اگه فرض کنیم تیپ آفت کاسب باشه، از نوک کاسب به سمت مزیال و دیستال امتداد پیدا میکنه و کاسبریج ها رو میسازه. اصطلاحاً شاید تو بعضی از کتابا به نام بازو نوشته باشن، کاسب آرمز مثلا، بازوهای کاسب، حالا فرق نمیکنه. مهم اینه که زمانی که مثلا من میخوام این دندون پریمولر دوم فرم بدم، بدونم که این کاسب ریژه بلندتره یا این کاسب ریژه. این کاسب ریژه به چی میخورد؟ مارجینال ریج دیگه. آره حواسم باید باشه که چی رو دارم فرم میدم، چه جوری باید فرم بدم. فوسا چیست؟ علامت سوال. ببینید یه سری فیچرز رو با هم الان بررسی کردیم، مثل مارجینال ریج ها، ترنگل ریج ها و کلا ریج ها، یعنی برآمدگی ها، برآمدگی هایی که توی سطح وجود دارن. ما زمانی که کویر رفتیم، تور کویر، اونایی که تور کویر رفتن قطعا دیدن توی کویر یه جایی صافه، یه جایی یه سری تپه وجود داره، به اینا میگن ریج. خیلی عامیانش مثلا فرض کن این یه سطح صاف باشه، مثلا این میشه یه سطح برآمده دیگه، به این میگن ریج. خب حالا زمانی که 2 تا ریج کنار هم دیگه قرار میگیرن یا 4 تا ریج کنار هم دیگه قرار میگیرن، یه فضاهای ما بینشون ایجاد میشه، به اینا میگن فوس. تموم شد. فضاهای ما بین ریجا رو میگن فوس. فضاهایی کلا هست تو دندون، تو سطح اوکلوزال. خب حالا چرا ما نوشیم پس سنترال فوسا، ترنگل فوسا؟ شکل اون فوسا. آقا فوسایی که تو مرکز پیدا کردی سنتراله. تلفن سنترال هست تو بعضی از کلینیکا، مطبا، لابراتوارا. سنترال یعنی مرکزی. فوسا دیدی تو مرکزه، بهش بگو سنترال فوسا. تمام. ترنگل چیه؟ بابا ترنگل رو که دیگه میدونین دیگه، ترنگل مثلثیه. فوسایی که مثلثی بود و بهش بگو ترنگل. آقا اینا کجا پیدا میشن؟ بریم ببینیم کجا پیدا میشن.